سالهای آخر با تدبیر اندیشی حکومت جمهوری تاجیکستان و عزم و تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساحه انرژتیکی مملکت تغییرات کلی به عمل آمده. ساختمان و از نوسازی نیروگاه و شبکه‌های تولید و برق تامین‌کنی از جمله به کار انداخته شدن دو اگریگات نیروگاه برق آبی راغون و استفاده دادن نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 و سنگتوده 2، اقدام‌های ساختمان کسا هزار، بنیاد خط برق بلند شدت 500 کیلوولتی جنوب شمال با زیرسگاه سوخت 500، 6 خط انتقال برق 220 کیلوولت از زیرسگاه سوخت 500. از ماه مارس سال 2020 آغاز تجدید نیروگاه برق آبی قیراقم، تطبیق یک قطار لایحه‌های با ثمر از جمله مثلا کم کردن تلفات نیروی برق در شهر خوجند از تدبیرهای حکومت کشور در سمت بهترگردانی تامینات با نیروی برق است. در دوره‌های اولی صاحب استقلالی جای داشتن مشکلات زیادی تولید و انتقال نیروی برق با سبب‌های ابجکتیوی باعث تنقیصی تامینات اهالی و ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات با نیروی برق گشته بود. تاکید به مورد است که تاجیکستان از کشورهای دارای منبع‌های زیادی تولید و استحصال انرژی سبز بوده. سرچشمه‌های اساسی این آب دریا و آب‌های خودجاری پریخ است. طبیعی است که در وضعیت کنونی تغییریابی اقلیم، بارشات کمی برف در منطقه‌های تشکلیابی آب دریاها، تاثیر این وضعیت به سیستم هیدروانرژتیکی به عمل می‌آید. نوابسته از تاثیر عامل‌های طبیعی، حکومت جمهوری تاجیکستان برای با برق منتظم و خوش صفت تامین نمودن اهالی از تمام امکانیت‌های موجوده استفاده می‌برد. با این مقصد الحال در شبکه و خط‌ها و انشاءات هیدروانرژتیکی تعمیر تکنیکی جریان دارد که بنا به اطلاع مسئولین وضعیت به عمل آمده موقتی بوده. در مدت‌های نزدیک حالت تامینات با نیروی برق بهتر خواهد گشت. خیلی که همه ما می‌دانیم امروزها از سنه یکم نوامبر سال 2020 آغاز کرده در انرژی سیستم جمهوری تاجیکستان کارهای تعمیری وابسته به سری وقت آماده نمودن تجهیزات‌های برقی، خود زیرسگاه‌های برقی، خط‌های انتقال برقی شدتشان 500 کیلوولت، 220 کیلوولت، 110 کیلوولت و اینچنین 35 کیلوولت، 6-10 کیلوولت رفته ایستاده است و اینچنین در نیروگاه‌های برقی خودی آبی جمهوری تاجیکستان کارهای تعمیری پروفیلاکتیکی رفته ایستاده است وابسته به زمستان آماده نمودن تجهیزات‌های برقی و با برق دائمی با صفت تامین نمودن تمام مشتریان جمهوری رفته ایستاده است و این سالها نسبت به سال گذشته چیزی که همه ما مشاهده کرده ایستادیم، حرارت هوا نسبت به سال گذشته تخمینا 10 درجه خنک‌تر می باشد و من اطمینان کامل دارم که روزهای نزدیک وابسته به اتمام رسیدن کارهای تعمیری در خود تجهیزات‌های برقی و اینچنین خط‌های انتقال برق و اینچنین نیروگاه برق آبی خود شرایط برق تامین کنی به مشتریان خیلی بهتر میشد و خود مشتریان دائما شب و روز با نیروی برق خوش‌صفت تامین کرده میشوند. عملی شدن چاره‌بینی‌های تیرماه و زمستان، برای آمادگی تدبیرهای تعمیری و از نوسازی در خط و شبکه‌های برقی و آمادگی به زمستان امکانیت می‌دهد. مشکلات الحال جای داشته برطرف گشته، تأمینات مشتریان با برق به طور معتدل برآورده شود. بنا به معلومات شبانه روز گذشته در ولایت 13 میلیون و 703 هزار کیلووات ساعت نیروی برق استفاده شده. طلبات واقعی 15.5 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز را تشکیل می‌دهد. در منطقه‌های علاهیده شبکه‌های برق سوخت در یک شبانه روز 4 میلیون و 709 هزار کیلووات ساعت، منطقه استرافشان 2 میلیون و 552 هزار کیلووات ساعت، منطقه پنجکنت 1 میلیون و 787 هزار کیلووات ساعت، شبکه‌های برق خوجند 3 میلیون و 102 هزار کیلووات ساعت، شهر بستان 646 هزار کیلووات ساعت و شهر اسفره 907 هزار کیلووات ساعت نیروی برق استفاده شده است. افزایش طلبات ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات و اهالی به نیروی برق نیز تقاضا می‌کند که از نیروی برق مقصدناک و صرفه‌کارانه استفاده شود.
مخصوصا در دوره سرما که طلبات به برق افزوده، سرباری به شبکه و خطهای انتقال زیاد می گردد. طبق تحلیل ها در 15 سال اخیر در ولایت سوخت طلبات سالانه به قوه برق زیاد از 1.5 مراتب افزوده است. اگر در سال 2015 در ولایت سوخت طلبات به قوه برق 2 میلیارد کیلووات ساعت باشد، در سال 2019 5 میلیارد و 140 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استفاده گردیده است. البته روزهای سالهای بودند که تا به پرگی به نظر گرفتن انشاءات ساختمان نیروگاه برق آبی راغون ما از برق تامین کنی تنقیص میکشتیم. حالتهایی که محدودیت برق تامین کنی از حساب نارسایی مقدار آب که در نیروگاه برق آبی نارک دیده می شود، از حساب پوره برطرف شدن همه کارهای تکنیکی که از طرف کارمندان شبکه‌های برق متخصصان ساحه برای برطرف کردن مسئله موقتی مهنت کرده ایستادند، کار کرده ایستادند، ما باید درست این چیز را فهمیم. با اقدام و تصمیم حکومت جمهوری آغاز تجدید نیروگاه برق آبی قیراقم از تدبیرهای نوبتی در سمت بهترسازی وضع تولید و انتقال نیروی برق در شمال مملکت می باشد. تا به امروز در دوره تجدید یک قطار کارهای تحقیقاتی و آماده سازی توپوگرافی، گیوفیزیکی، گیوتکنیکی، تحقیقات قسم زیر آبی، از نظرگذرانی حالت زیر آبی، تجهیزات گیدروانرژتیکی، نقشه صفت به اجرا رسیده. عین زمان تعمیر و برقرارسازی در کرانهای باربردار 250 به 50 تونگی ساحل چپ و راست، وصل و نصب ماشین اتوماتیکی استحصال استریا به نیروگاه، آغاز کارهای ساختمانی برای بنیاد ته‌کرسی در خط گشاد 110 کیلوولت جریان دارد. الحال 6 اگریگات نیروگاه با توانایی هر یک اگریگات تولید 21000 مگاوات نیروی برق و اقتدار تولیداتی عمومی 3 میلیون کیلووات ساعت برق در همه 6 اگریگات ها فعالیت دارد. کمی کارهای تعمیری که به نقشه گرفته شده است برای تیاری به تیر ماه زمستان سال 2020-2021 همش اجرا کرده شد. از آن جمله تعمیر کپیتالی گیدراگریک نمره 6 و تعمیر میانی گیدراگریک نمره 2 همه کارها به انجام رسیده شدند. حالا نیروگاه برای استحصال و تولید نیروی برق برای تامین اهالی با قوه برق آماده ایستاده، با اقتدار پوره کار کرده ایستاده است. با توجه و غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان در تحکیم خط و انشاءات برقرسانی خود تدبیرهای مهم و کلان حجم عملی گردید. برقرسانی را با اعتماد، سرباری را کم، صفت برق شدت آن را به درجه معیاری رسانیده، تلفات را کم نمود. در برابر عملی شوی چنین عملهای شایسته در سمت تامینات با برق ضرور است که تقسیم و رسانیدن عادلانه و مقصدناک برق به تشکیلات و مؤسسه ها و اهالی از جانب شبکه های برقی براه مانده شده. از جانب دیگر استفاده برندگان را ضرور است که از نیروی برق صرفه‌کارانه و موافق تعینات استفاده برند.